بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستای عزیز، برادران و خواهرای گرامی، یا اهل التوحید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حلقه دوم از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. در حلقه اول مختصر بر زندگی نامه ابن بطة و معرفی کتاب پرداختیم. در این حلقه و حلقاتی که بعداً نشر میشه انشاءالله سعی میکنیم مضامینی را که ابن بطة رحمه الله به طور مختصر ذکر کرده او را با کمی بیشتر شرح بدیم انشاءالله تعالی. ابن بطة رحمه الله در این کتاب خود ابتدا آیات را میاره که دلالت بر لزوم جماعت و نهی از تفرق داره. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران فرموده: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنین بر اسمان الله و متفرق نشین، پارچه پارچه نشین. کلمه حبل در اینجا به کار برده شده و حبل بر اسمانی گفته میشه که انسان به وسیله از او به خواسته هایش برسه و ایمان در اینجا به حبل مسما شده، چون همین ایمان است که به سبب او بنده از آتش خلاصی پیدا میکنه، آتشی که وقودها الناس والحجاره، آتشی که هیزمش انسان ها و سنگ ها میباشن. در تفسیر ای آیت ابن عباس رضی الله عنهما میگه تمسکوا بدین الله، چنگ بزنه به دین الله. و ابن مسعود رضی الله عنه میگه هو الجماعه وعليكم بالجماعه فانها حبل الله الذي امر الله به. منظور از این آیت که الله تعالی گفته شما بر اسمان الله چنگ بزنین، میگه او یعنی است که شما جماعت محکم شوین، زیرا که جماعت همون اسمان است که الله سبحانه و تعالی به او دستور دادگی است. و در حدیث دیگه است که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن یهود به 71 گروه تقسیم شدن و نصرانی ها به 72 گروه و زود است که امت ما به 73 گروه تقسیم میشن، همه‌شان در آتشن الا الجماعه، مگر کسایی که در جماعت هستن. حالا این جماعت چی است برادران؟ امروز اکثر مردم ادعای از این دارن که آنها در جماعت میباشن و امروز مردم قسمی شدن که اگر با آنها بودی فکر میکنن که در جماعت آنها هستی و با آنها هستی. وقتی که از آنها جدا شدی، از گروهشان، از جماعتی که خودشان دارن، از تنظیمشان از آنها جدا شدی و مهر کافر و منافق و جاسوس بر تو میزنن و تو را خارج از جماعت مسلمین میدانن. آنهایی تو زعم دارن که جماعت که در این حدیث گفته شده و در مضمون آیات گفته شده و سلف گفتن، فکر میکنن که جماعت منظورش خودشان میباشن، در حالی که ائمه سلف جماعت به قسم دیگه ترجمه کردن. والاساس الذي تبنى عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و رحمهم اجمعین. اساسی که جماعت به او بنا میشه او اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم است، الله از اونها راضی باشه. و هم اهل السنه والجماعه فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع. میگه آنها اهل سنت و الجماعت هستن، هر کسی که دین از آنها نگیره، دین از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم نگیره، به تحقیق گمراه شده و بدعت را آوردگی است. و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است. و الضلال اهله فی النار، و گمراهی و اهلش در آتش میباشن. و به همین قسم رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه بیان کردگی هستن، در اونجا که میفرمایند که امت ما به 73 گروه تقسیم میشه و 72 در آتش میره. اما جماعت در حدیث دیگه توضیح میدن که ما انا علی و اصحابی، تنها گروه نجات پیدا میکنه که در راه رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه رسول الله باشن. پس از این معلوم میشه جماعت کی است؟ جماعت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میباشه. چه قسمی که امام لالکایی رحمه الله اثری را از عمرو بن میمون رحمه الله تعالی نقل میکنه که میفرمایه مردم آمدن در نزد ابن مسعود رضی الله عنه از حکومت اموی ها شکایت کردند که آنها نماز به وقتش نمیخوانند، نمازها رو دیر میخوانند، چیکار باید بکنیم؟ ابن مسعود رضی الله عنه گفت صلوها فی بیوتکم واجعلوا صلاتکم معهم صبحا، نمازایتان در خانه بخوانید و نمازی که با اونها در جماعت میخوانید برایتان نافله است، یعنی هم در خانه نمازایتان در سر وقتش بخوانید لیکن با آنها هم نماز بخوانید. باز عمرو بن میمون گفت که با عبدالله بن مسعود گفته شد و کیف لنا الجماعه، چطور میشه که ما جماعت ترک میکنیم؟ ببین اینجا اونا فکر میکنن جماعت کی است؟ جماعت همو حکومت است یا خلافت اموی که بود، میگن جماعت همی است، اکثر مردم کمی هستن، فکر میکنن جماعت این مردم اکثر است، یا کسایی که در دولت مسلمین میباشن، در خلافت اسلامی هستن، جماعت اونا هستن. این تابعی که به همین قسم فکر میکنن. لیکن ابن مسعود رضی الله عنه برش میگه که یا عمرو بن میمون،
ان جمهور الجماعه هي التي تفارق الجماعه. میگه ای عمرو بن میمون، این جماعتی که امروز تو میبینی، این گروه زیادی که مردم میبینی، میگه اینها جماعت نیستن. در حقیقت اینها کسانی هستن که از جماعت جدا شدگی هستن. انما الجماعه ما وافق طاعت الله وان كنت وحدك. میگه همان جماعت او است که در طاعت الله باشه اگر که تنها باشی. الله اکبر. جماعت او است که در طاعت الله و رسولش باشی اگر که تنها باشی. مثل که ابراهیم علیه السلام تنها بود. الله تعالی گفته است ان ابراهیم کان امه قانتا لله. الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام یک امت گفتگی است، یک جماعت گفتگی است، در حالی که تنها بود. و به همین شکل زید بن نوفل که قبل از اسلام بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت دادن که در بهشت است، در حالی که تنها بود. و قسمی که امام احمد بن حنبل رحمه الله و جماعت مؤمنین اندکی که در زمانش باقی مانده بودن، حق با اونها بود، حق با اکثریت مردم نبود. و حق با خلافت زمانشان خلافت جهمیه نبود. مردم امیر میگفتن، کسایی که در دور بر حکومت جهمیه بودن، امیر میگفتن که ای معتصم، چطور میشه که این مردم، این قاضیایی که داره، این امرا، مفتی ها، علما، شیوخی که در دور بر تو هستن، چطور میشه همه اینها که در باطل باشن لیکن احمد ابن حنبل در حق باشه؟ اونها به همین قسم استدلال میکردن که منظور جماعت یعنی خود ما هستیم، لیکن حق او است. چه قسمی که ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرد، حق او است که جماعت او است که در طاعت الله باشه ولو که انسان تنها باشه. و امام ترمذی رحمه الله میفرماید و تفسیر جماعه عند اهل العلم هم اهل الفقه والعلم والحديث. معنای جماعت که در احادیث بیان شده در نزد اهل علم، میگه اهل فقه و اهل علم و حدیث هستن، کسایی که به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم چنگ میزنن، کسایی که عالم هستن به کتاب و سنت. میگه جماعت اینها هستن، باید اینها را محکم گرفت، از اینها جدا نشد. و در کتاب الباعث على انکار البدع میفرماید فالمراد به لزوم الحق و اتباعه. میگه منظور از جماعت است که لازم گرفتن حق و پیروی از حق می باشه. و این کان المتمسک به قلیلا، اگر که چنگ زننده یا کسی که در این راه میره بسیار اندک باشن، اگر که ببینی که کسایی که از حق پیروی میکنن بسیار اندک هستن، بازم اونا را راهشان محکم بگیر، به خاطر که جماعت اونها می باشن. والمخالف کثیرا، اگر که در این راهی که تو میری مخالفت زیاد داشته باشه، مخالفین زیاد باشه، لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. میگه زیرا حق واست که جماعت اولا بودن در زمان رسول صلی الله علیه و سلم و کسایی که بعد از رسول صلی الله علیه و سلم آمدن، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا نظر الى كثرة اهل البدع بعدهم، و کثرت اهل بدعت نگاه کردن نمیشه. الله اکبر. به این نگاه کردن نمیشه که اهل بدعت چقدر زیاد هستن، اینا هر چقدر که زیاد باشن اینا جماعت گفته نمیشه. معاذ رضی الله عنه میگه الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت واست که موافق با حق باشه ولو که تنها باشی. و نعیم بن حماد میگه یعنی اذا فسدت الجماعه فعليك بما كانت عليه الجماعه قبل ان تفسد. میگه وقتی که دیدی جماعت مردم فاسد شدن، زمان خود دیدی که گروه های مردم هم فاسد شدن، تو لازم بگیر جماعتی که قبل از اینها بود فاسد نشده بود، یعنی جماعت صحابه. و این كنت وحدك، اگر که تنها باشی، فانك انت الجماعه حينئذ، زیرا در این وقت تو خودت جماعت هستی. الله اکبر. خودت به تنهایی جماعت هستی. و اسحاق ابن راهوی رحمه الله میفرماید لو سألت الجهال من السواد الاعظم، اگر از جاهلان بپرسی که طایفه بزرگ یا جماعت چی کسانی هستن، میگن جماعت الناس، جماعت مردم. ولا يعلمون ان الجماعه عالم متمسك باثر النبي صلی الله علیه وسلم و طریقه. نمیدانن که جماعت کی است و عالمی است که چنگ بزنه به اثر رسول صلی الله علیه وسلم، قدم بگذاره به قدم رسول صلی الله علیه وسلم و راه اونها را محکم بگیره. فمن كان معه وتبعه فهو الجماعه ومن خالفه فيه ترك الجماعه. و هر کسی با رسول صلی الله علیه وسلم باشه و از ایشان پیروی کرده باشه او جماعت است، و اگر هر کس مخالفت ورزیده باشه جماعت ترک کردگی است. سپس ابن بطه رحمه الله آیات آورده. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. نباشید از کسانی که تفرق کردند و اختلاف کردند بعد از اینکه دلیل های آشکار برشان آمد، بعد از اینکه حق برشان آشکار شد، آنها که از متفرق شدند. الله تعالی میگه شما مثل اونها نباشین، یعنی مثل اهل کتاب نباشین، مثل که اهل کتاب تکه تکه شدن، پارچه پارچه شدن و از حق روی گردان شدن و بدعت های را از پیش خود ایجاد کردن. شما مثل اونها نشین. و اولئک لهم عذاب عظیم، بیگمان بر اونها کس عذاب دردناک می باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتگی هستند که این امت خامخا از یهود و نصارا در قدمی که یهود و نصارا قدم گذاشته هستند، این امت روزی میرسه اینا پیروی میکنن، حتی در لانه سوسمار اگر داخل شده باشن این امت هم در اونها داخل میشن. یعنی هر منکری که بنی اسرائیل کرده بودن، هر منکری که یهود و نصارا کرده بودن و همین امت هم کسی امت انجام میدن. الله اکبر.
الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. و ابن عباس رضی الله عنه میگه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. این آیت و امثال آیاتی که در قرآن آمدگی است، الله سبحانه و تعالی امر الله جل ثناؤه المؤمنین بالجماعه. الله سبحانه و تعالی مؤمنین دستور دادگی است که جماعت محکم شوند، جماعت محکم بگیرن. فنهاهم عن الاختلاف والفرقه. الله تعالی آنها را از اختلاف و تفرق نهی کردگی است. و در ادامه آیت الله تعالی تهدید میکنه کسانی را که از جماعت مسلمین متفرق میشن. الله تعالی فرموده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. نباشید از کسانی که تفرق کردند و اختلاف آوردند بعد از اینکه برشان دلیل‌های آشکار رسیده بود. اولئک لهم عذاب عظیم، بر آنها عذاب دردناک است. الله تعالی از یهود و نصارا یاد میکنه که شما مثل یهود و نصارا نشین، مثل آنها متفرق شدن شما مثل از آنها متفرق نشین. و ابن عباس رضی الله عنه میگه که این آیات و امثال آیات که در قرآن آمدگی است، الله سبحانه و تعالی مؤمنین امر کرده که جماعت محکم شوند و از اختلاف و فرقت خود دور بگیرند. و الله سبحانه و تعالی در ادامه آیات میفرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. روزی که چهره‌های سفید میشه و چهره‌های که سیاه میشه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم. و اون چهره‌هایی که سیاه میشه برشان گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدین بعد از اینکه ایمان آورده بودین؟ یعنی شما ایمان داشتین لیکن بعد از ایمانتون شما کافر شدین. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پس بچشید عذاب را به سبب اینکه کافر شدین. سعید بن جبیر رحمه الله از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در تفسیر آیت روایت میکنه که یوم تبیض وجوه، روزی که چهره‌های سفید میشه، میگه آنهایی که چهره‌هایشان سفید میشه اهل سنت و الجماعه هستن. و تسود وجوه، چهره‌هایی که سیاه میشه، میفرماید اهل بدعت و گمراهی هستن. و قتاده رحمه الله در مورد آیت میفرماید که این آیت در مورد اهل بدعت نازل شدگی است. و ابو امامه باهلی رضی الله عنه میگه که این آیت در مورد خوارج نازل شدگی است که الله تعالی با اونا گفتگی است اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدن بعد از ایمان آوردنتان. و ابن القاسم از امام مالک رحمه الله روایت کرده که او گفت در کتاب الله تعالی آیتی شدیدتر از این آیت بر رد اهل هوا و اهل بدعت نمی باشه. الله تعالی فرموده یوم تبیض وجوههم و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که چهره‌های سفید و چهره‌های سیاه میشه، اما چهره‌هایی که سیاه شد برشان گفته میشه آیا بعد از ایمانتان کافر شدین؟ پس به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید. امام مالک رحمه الله میگه کدام سخنی آشکارتر از این سخن میباشه؟ ابن قاسم میگه که مالک بر ما گفت این آیت در مورد اهل قبله است. الله اکبر. ابن قاسم میگه مالک رحمه الله گفت که این آیت در مورد اهل قبله است، کسانی که اهل قبله گفته میشن، یعنی در همین امت هستن، نماز میخوانن. الله اکبر. الله تعالی به اونها میگه که اکفرتم بعد ایمانکم، آیا شما بعد از ایمانتان کافر شده؟ چنانچه ابن عباس و قتاده، سعید بن جبیر، امام مالک و باقی ائمه سلف این آیت تفسیر کردن برای که این آیت در مورد اهل بدعت است. کسانی که بدعت در دین آوردن، کسانی که بدعت در توحید الله آوردن، کسانی که بدعتی را آوردن که منهج صحابه در اون نبود. اولین طایفه اهل بدعتی که در اسلام آمدن طایفه خوارج بودن. چنانچه قتاده رحمه الله گفته این آیت که در مورد از اون نازل شده به این شکل معنا کردگی است. اولین طایفه اهل بدعت خوارج بودن که آنها از هوا و هوس خود پیروی کردند، و طایفه که بعد از اونها آمدن طایفه قدریه بودن که قدر انکار کردن کافر شدن، و طایفه بعدیشون طایفه جهمیه بودن یا معتزله و جهمیه بودن که اونها آمدن صفات الله را انکار کردن، صفات الله را تعطیل کردن. به مرور زمان ابتدا صفات کلام از الله تعالی تعطیل کردن، انکار کردن، با صفات علو الله تعالی بالای عرش انکار کردن، باز باقی صفات انکار کردن، و امروز هم پیروان از اونها قرار دارن و پیروان از اونها در دوربر ما شما زندگی میکنن. همین اشاعره ماتریدیه صفات الله را تعطیل میکنن، صفات الله را انکار میکنن، اکثر صفات انکار میکنن، جز 7 یا 8 صفات دیگه صفات قبول ندارن، ثابت نمیکنن بر الله سبحانه و تعالی. و اینها اهل بدعت هستن و اینها کفار هستن. اینها کفار هستن. چه قسمی که ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر کردگی است، چه قسمی که امام مالک رحمه الله اینا را کفار گفتگی است، چه قسمی که سعید بن جبیر و قتاده رحمه الله کفار گفتگی است. و اما حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم در مورد خوارج بیان کردن، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. ابو امامه باهلی رضی الله عنه در لشکر علی رضی الله عنه بود. زمانی که خوارج قتل میکنن گریان میکنه، میگن چرا گریان میکنه؟ میگه اینها مسلمان بودن بعد از اسلامشان کافر شدن. الله اکبر. و اینمی حدیثی که از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم یمرقون من الدین، ائمه سلف در مورد اهل بدعت میخواندن. در مورد قدریه عمرو بن عبید
یکی به ایوب سختیانی رحمه الله گفت که عمرو بن عبید امام قدریه بود، امام معتزله بود. گفت توبه کردگی است. ایوب سختیانی رحمه الله گفت نه توبه نمیکنه. 3 بار برش تکرار کردن، گفت نه هرگز توبه نمیکنه. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. گفت اینا از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. چه قسمی که تیر از کمان بیرون شد امکان نداره که دوباره برگرده. همین قسم اهل بدعت، اکثر اهل بدعت توفیق توبه را پیدا کردن نمیتونن. و در زمان امام احمد رحمه الله یکی از بزرگان لفظیه را یادآور میشن که میگن فلانی توبه کردگی از حسین الکرابیسی ملعون، میگن توبه کرده. امام احمد رحمه الله میگه نه او توبه نمیکنه. و همین دلیل میگیره، دلیلی که ایوب سختیانی رحمه الله گرفته بود و میگه که ایوب سختیانی رحمه الله به اهل بدعت گفتگی است که اینا از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. الله سبحانه و تعالی ما را از بدعت و اهلش حفظ کنه. و بعد از جهمیه طایفه مرجئه آمدن که عمل از ایمان انکار کردن و بعد از طایفه روافض آمدن و صوفیه آمدن، آذری ها آمدن، آذری های مشرکی که کسی را در شرک کفر میبینن لیکن عذر میتن، تکفیرشون نمیکنن. و عموم اهل بدعتی که هستن، عموم کسانی که از منهج رسول صلی الله علیه و سلم، از ملت ابراهیمی علیه السلام خود دور گرفتن، فرار کردن، برآمدن، آنها مکمل اهل بدعت هستن و همهشان تکفیر میشن مگر کسی که در یک مسئله اجتهاد کرده باشه و او اجتهادش طوری باشه که با کفر نرسه و خطا کرده باشه، خطایی باشه که با کفر نرسه، حساب و جداست. لیکن اهل بدعت بالعموم که از کفار میباشن. و آیه دیگری که امام ابن بطه رحمه الله دلیل آورده، الله سبحانه وتعالى در سورة البينة فرموده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اهل کتاب مأمور نشدن، دستور داده نشدن مگر اینکه الله را عبادت بکنن، الله را خالص عبادت بکنن، مخلصین خالص الله را عبادت بکنن که هیچ شرک به الله سبحانه وتعالى نیارن. حنفاء ابن عباس رضی الله عنه میگه که مائلین عن الادیان کلها الى دین الاسلام، که از همه دین ها که از دور باشن به دین اسلام، فقط دین اسلام عمل بکنن. و یقیم الصلاة، نماز برپا بدارن، نمازی که الله تعالی برشان فرض قرار دادگی است. و یؤتوا الزکات، زکات مالشان را بپردازن. و ذلك دین القیمه، و این دین است، دین استوار است و این ملت شریعت است که الله سبحانه و تعالی امر کردگی است. و از این آیت که ائمه سلف بالعموم امام مالک، امام شافعی، امام احمد، فضیل ابن عیاض و بالعموم ائمه سلف ایراد بر مرجئه دلیل میگرفتن در رد مرجئه. مرجئه عمل از ایمان جدا میدانند، میگن که اقرار و تصدیق بر ایمان کفایت میکنه، کسی اقرار کرد و تصدیق کرد و مؤمن گفته میشه. لیکن ائمه سلف این آیت می آوردن که آیت دلالت بر ازی داره که الله سبحانه و تعالی بعد از عبادت خودش میگه که مأمور شده بودن که عمل انجام بدن که عملشان چی بود؟ شرک به الله نیارن و نماز برپا بدارن و زکات پرداخت بکنن. الله سبحانه و تعالی عمل با ایمان در اینجا ذکر کردگی است. و آیه دیگری که امام ابن بطه رحمه الله دلیل میاره که شما جماعت محکم بگیرین، آیه است که الله سبحانه و تعالی در سوره الصف بیان کرده ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله سبحانه و تعالی دوست داره کسانی که در راه او میجنگن و صف بسته کردگی هستن، صفشان هم مثل یک صف آهنین میباشه، صف فولادین میباشه. الله سبحانه و تعالی ما را در منهج اهل سنت و در جماعت مؤمنین قرار بده. الله تعالی از تفرق و از اختلاف ما را دور قرار بده. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.